بسم الله والحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. امروز در این روز پر ایمانی و روزهای رمضانی من خود را و شما را دعوت میکنم تا که بیستیم و کمی هم باشد فکر کنیم. چرا فکر کنیم؟ سخنهایی را که جوان پسران و جوان دختران ما امروزها تکرار میکنند. بعضی آنها میگویند من توبه کردم لک نمیتوانم ترک گناه کنم. گناه کنی را بس کردم لک باز برمیگردم. لیکن در این روزهای رمضان ما قوه زیادی داریم تا که ترک گناه کنیم. از این خاطر من شما را میپرسم برادران خواهرانم، آیا شما میتوانید خود را نگاه دارید از خوردن و نوشیدن از طلوع تا غروب؟ البته تو میگویی بله، آدمان غذا و می نوشیدنی جایز را میگذارند. ماشاءالله، غیر این آنچه را که آنها را افلاس میکند. آنها میگویند نمیخواهیم غیبت کنیم در رمضان، نوارهای ناجایز نگاه کنیم و به عملهای ناجایز مشغول شویم. چرا؟ چون که من حمایه میکنم روزه ام را از بامداد تا شام. این ترک گناه است. اگر که تو در رمضان قابلیت ترک گناههای خرد را داشته باشی، پس تو قابلیت ترک گناههای بزرگ را هم داری. میتوانی، قابلیتش را داری. برای آن که الله این را چنین قابلیت توانایی ما کرده است. تو همگی خود را باید خانه گردانی و بگویی من میتوانم. این چنین با شجاعت باشی، خود را قانع بگردان و تو ترک گناه کرده میتوانی. در این ماه و در ماه‌های دیگر تو داری قابلیت ترک حرامکاری ها، گناه ها و عادت های بد به مانند سیگار کشی، نوشکشی، می نوشی، زیناکاری، گوش نکردن والدین و بسیار حرامکاری ها و گناه های بزرگ و خرد دیگر. تو همگی باید کمی با شجاعت و کمی با غیرت باشی تا که به گناه باز دوباره برنگردی. خواهش داریم از الله بزرگ، آن کسی که به ما امر کرد تا که گذاریم خوردن و نوشیدن را از بامداد تا نماز شام بهر رضایی‌اش، تا که به ما مدد کند برای ترک گناه و عادت‌های بد از همین زمان تا زمانی که با او وا می‌خوریم. و خواهش داریم از الله بزرگ تا که ما را از جمله بندگان صالحش، دوستدارش و خداترسش بگرداند تا دیدار نوبتی. و سلام و درود برکات الله باد بر پیامبرمان محمد.